أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. برادران مسلمان، خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی روزه ماه مبارک رمضان را برای من و شما فرض گردانیده و رکنی از ارکان اسلام قرار داده و هدف و نتیجه و ثمره روزه را خود پروردگار عالم برای ما بیان کرده. لعلکم تتقون، تا شما متقی و پرهیزگار شوید. روزه انسان را به تقوا میرسانه و تقوا هست که در آیات زیادی الله سبحانه و تعالی ما را متوجه میسازه که تقوا سبب هدایت میشه، تقوا سبب رستگاری هست، تقوا سبب منفعت پذیری از مواعظه، تقوا به همراه ایمان موجب دستیابی به پاداش از جانب الله سبحانه و تعالی هست. نیکی حقیقی اونه که از تقوا صادر شده باشه. تقوا سبب رستگاری و کامیابی در دنیا و آخرت هست. تقوا سبب در امان ماندن از عقوبت الهی و عذاب الهی میشه. به وسیله تقوا به همراهی و معیت خاصه پروردگار عالم انسان دست پیدا میکنه. تقوا سبب ازدیاد علم و دانش میشه. تقوا چنان مزیت و خصوصیاتی داره که الله سبحانه و تعالی بهشت آماده کرده برای متقین. اعدت للمتقین. پس خواهر مسلمان، برادر مسلمان، الله سبحانه و تعالی وقتی روزه ماه مبارک رمضان را به تو فرض کرد، مثل که بر امتهای گذشته روزه فرض شده بود، بر تو هم فرض شده. چرا روزه میگیری؟ حکمت و نتیجه و ثمره آن دسترسی به تقوای الهی هست تا متقی بشیم. متقی شدیم، رضایت الله از آن من و شماست. الله سبحانه و تعالی همه ما را از زمره متقیان داشته باشه. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.